شرکت‌های نفتی از محصولات خودشون به عنوان انرژی پاک یاد می‌کردن، اون رو تبلیغ می‌کردن. بعداً شرکت‌هایی که گاز می‌فروختن از اون به عنوان انرژی پاک یاد می‌کردن. همینطور تأسیسات هسته‌ای برای تولید برق. در هر مرحله روش جدید رو به عنوان انرژی پاک و روش قدیمی‌تر مثلا زغال سنگ و چوب، اینا روش‌های که بودن که آلودگی ایجاد می‌کردن. الان که انرژی باد و خورشیدی رو به عنوان انرژی پاک و دوستدار طبیعت معرفی می‌کنن، هنوز مشخص نیست که اثرات نصب مثلا تعداد زیادی توربین بادی یا در سطح وسیع نیروهای خورشیدی چه اثراتی ممکنه بر اکوسیستم و تغییرات اقلیمی ما داشته باشه. ممکنه 100 سال بعد مشخص بشه که اونطور که فکر می‌کردیم بی تأثیر هم نیستن. ولی خب به هر حال هر مرحله داریم به سمت انرژی پاکتر حرکت میکنیم. راه حل نهایی این هست که انسان بر روی کره زمین اصلا زندگی نکنه. چون ما مجبوریم زندگی کنیم، پس مجبوریم که راههایی پیدا کنیم که ضررهای کمتری دارن.